خب گفتم که اکثر به صدا متحلقی این بده. بیا زینب فشار اینجاش. بیا زینب باید فشار بیاریم، هوا رو بیاریم جلو. بیا زینب برایم روضه اصغر بخوان حدیث بخوان مبانو بخوان تا خیمه را. خب متوجه شدید؟ پس این نکته خیلی مهمه. یک لیوان یک بار مصرف بگیرید، کمترین کار همینه. ته لیوان سوراخ کنید، توش صحبت کنید یا بخوانید. متوجه صدا میاد تو اینجا، تو فضای صورت، تو ماسک صورت.